از زمین لرزه دیروزه در تاجیکستان به کولی سرز آسیب نرسیده است. تظاهرات مهاجران با طلب پرداخت معاش در روسیه. مذاکرات در دوشنبه برای تحکیم همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان با اتحاد اروپا. مرکز مطبوعاتی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان گزارش داد که یک روز پیش 23 فوریه در قلمرو جمهوری تاجیکستان چند زمین لرزه رخ داد، اما مرکزی زمین لرزه ها در کوهستان و مناطق بی آدم در بین مرکزی ناحیه مرغاب و کولی سرز بود و ضرر جانی و مالی به قید گرفته نشد. همچنین به اطلاع منبع سیستم نظارت و آگاه سازی بر محل در کولی سرز معتدل کار میکند. تغییرات در کولی سرز بر اثر زمین لرزه به قید گرفته نشده است. مجرای آب سرازیر از کولی سرز بی تغییر باقی مانده است. سال 2015 در موضع کولی سرز زمین لرزه به شدت 7.3 درجه رخ داد که بر اثر آن ریزش سنگ به قید گرفته شده بود. آن زمان هم در سربندی اوسای تغییری به عمل نآمده است. در این رابطه کمیته حالتهای اضطراری و مدافع گرجدنی اظهار می‌دارد که برای اضطراب سبب وجود ندارد. گفتن است دیروز در تاجیکستان 7 مراتب زمین لرزه شده با اقتداری از 5.5 تا 7.3 بال زمین را تکان داد. بیش از 1000 کارمند شرکت کراکوس کروب با شمول شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در نزد دفتر این شرکت در شهر کراسنogorsk ولایت مسکوی روسیه با طلب پرداخت معاش گردی همایی برگزار کردند. مهاجران میگویند 4 ماه باز معاششان را نگرفتند. رادیوی آزادی از گفته منابعش نوشت که در این شرکت حدودی 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. از ماه نوامبر سال گذشته تا حال معاش نگرفتند. معاش میانه از 50 تا 60 هزار روبل می باشد. محافظان کراکوس گروپ برای پراکنده کردن اعتراضگران از سلاح تروماتیکی به هوا تیر خالی کرده اند. کارگران گفتند که در ساختمان کابینت استقامتی لیو برژنی اشتراک دارند. خالدینگ کراکوس گروپ به صاحبکاری آذربایجانی آرز اگالاروف تعلق دارد. نمایندگان شرکت وعده دادند که در اوایل ماه مارس معاش خواهند داد. قبلا کارگران بارها شکایت کرده بودند که در دادن معاش به آنها تأخیر می شود. امروز در شهر دوشنبه اتحاد اروپا و جمهوری تاجیکستان به بررسی تحکیم مناسبت‌های دوجانبه شروع نمودند. مذاکرات عاید به سازشنامه گسترده شریکی و همکاری با تاجیکستان با مقصد رواج سمت‌های همکاری‌های متقابله در بخش‌های همکاری‌های سیاسی، تجارت، بخش‌های اساسی اقتصادی، اینچنین اداره‌کنی، ولایت قانون و حقوق انسان روانه شده است. سازشنامه آینده جای سازشنامه کنونی شریکی و همکاری را که از سال 2010 عمل می‌کند خواهد گرفت. به اطلاع نشریه فرج ضمن آغاز رسمی مذاکرات جانب‌ها عاید جنبه‌های آینده روند مذاکرات به موافقه رسیدند. انتظار می رود که دور اول حاشیوی مذاکرات برای بررسی پیشنهادهای مشخص عاید به متن سازشنامه در بهار سال 2023 در دوشنبه برگزار شود. مذاکرات برای تحکیم همکاری‌های سیاسی و تجارتی تاجیکستان با اتحاد اروپا در حالی است که چند روز پیش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از کشورهای آسیای میانه خواسته بود در مناسبت با اتحاد اروپا دانسته کار باشند.